با نام یاد خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبت کتابخوان است. همصحبت من هستند استاد نور محمد امیرشاهی. استاد، بار دیگر با برنامه کتابخوان خوش آمدید. تشکر که دیگر بار دعوت ما را پذیرفتید و خوشحال هستیم که شما را در برنامه کتابخوان می‌بینیم. یونسکو 11 یادگاری خوتل قدیم رو با فهرستش وارد کرد و در واسطه اخبار عامه چون که ما شما دیدیم یکیم از این چیزها بگوید که این چه اهمیت دارد برای ما، برای ملت تاجیک و عموما یادگاری های خوتل قدیم چه ارزشی داشتند که یونسکو آنها را به فهرست مادی و معنوی خود وارد کرد. این کاری که یونسکو انجام داد بزرگترین خدمت برای ملت تاجیک شد. در شناخت ملت تاجیک شاید این یکی از مهمترین اقدام باشد که عملی شد. من قرار یونسکو را دیدم، در اونجا درباره کلدره خوالینگ چیزی ندیدم. کلدره خوالینگ قدیمترین مسکن انسان در قسمت آسیا است که این برای ما بسیار افتخار بزرگ است. همین مقداری که یونسکو قبول کرد، همین در خودشناسی ما رو باز یک بار دیگه برای ما باز کرد. از این میم بعد باید که پژوهش و آموزش این موضوع از جانب دانشمندان توسعه یابد. شما گفتید که کلدره خوالینگ یعنی به این میراث وارد نشد که اینم یکی از مکان‌های قدیم‌ترین است. بله. و همونگونه که هولبوک و اجینتیپا و اینها یک فرهنگ بزرگ در همین منطقه خوتل قدیم تشکیل میدن. ولی از طرف دیگر ما مرکزهای بزرگی به مثل بخارا و سمرقند که ما میگیم شهرهای بزرگ تاجیک نشین بودن، یادگارهای بزرگ تاریخی بود در آنجا موند. اعتراف شدن مثلا خوتل قدیم و ذهن مردم مثلا به این سمت روانه کردن ما را از همون شهرهای قدیممون دورتر نمیکنه، اونو ما فراموش نمیکنیم. و وزن همین اینا چگونه است استاد در قیاس؟ بیشتر قطعه آسیا ایران زمین است. ما ایران زمین خود به چندین خلق و ملت دیگر قسم تقدیم داشتیم. تا حتی تو تقدیم داشتیم که گرفتن از ما؟ تقدیم داشتیم که گرفتن از ما. اگر ما کوشش میکردیم نمیمونده میکره. تقدیم شد در ناخونک یا بیرون از آن که همینا از دست رفتن. حاضر دیگر درباره اونا قاطعانه سخن گفتن نمیتونیم، برای که ملت تاجیک در امتداد تاریخ بارها مرکزهای خود را عوض کرده است. یک وقت مرو قدیم بود، امروز در ترکمنستان است. قدیمترین شهر تاجیکا است اشکاباد که ترکا قافش ماندن اشکاباد شد. یعنی که شهر اشک است. اشکانیان او شهر اساس گذاشته بودن. اشکانیان امپریای بزرگ تاجیکا بودن که قریب هر 10 سال یک مرتبه به سوی روم لشکر میکشیدن و امپراتورای روم چندین تاش اسیر افتادگی است. یعنی که گذشتگان ملت ما بسیار بزرگ بودند، چه در دولتداری چه در علم و فرهنگ. حاضر همین یک گوشه سرزمین تاجیک اعتراف کردن و از همین با داخل با این دریچه در اومده تمام میدان تاریخی ملت تاجیک کشف کردن ممکن است. یعنی حفظ کردن ممکن است این بله، آشکار کردن ممکن است. فرض کردیم یک وقت مرکز تمدنی ما تخت جمشید بود، پرسپولیس، بزرگترین امپریا، اولین امپریا در جهان، بزرگترین. خب بعد از این ما شهر استخر است، پایتخت بزرگ ایرانیان. من اول یک دو سخن درباره ایران گویم، همین برای که شنونده ها گمان نکنن که من همین ایران امروزه را در نظر دارم. ایران اقوام آریایی 3,500 سال پیش مردم در
شرقی نزدیک میزیستن، آسیای خورد، خشکسالی شد، زندگی بسیار وزنی شد. مردم به سوی شرق کوچ کردن، آهسته آهسته آمدن به سرزمین عراق، ایران. این وقت اون نام ایران نبود. خب آمدن به خراسان بزرگ، به سیستان آمدن، به بدخشان ما آمدن، به ختلان آمدن، بعد حدود سمرقند و بخارا، خوارزم، همه این سرزمین تاجیک است. ایرانی هستند. ایرانی همین معنی را دارد. بیرونی بزرگ درباره آثار الباقیه در آثار الباقیه نوشته است که ما ایرانیان را چنین عادت است که بعد عادت ها را میگه 1 2 3، یعنی که خوارزمی ها چون میگن ما ایرانیه در عصر 11. و همین آریایی ها رفتن به اورال. قسمت پیشش رفت دریای آب که امروز در سیبیر است. همین نام آریایی ها موندن با او. نام ایرانی است، نام تاجیکی است و بیشتر از 3000 سال است که این نام در او دریا هست. و با تقاضای سیاست های زمان ما از هم جدا شدیم که البته این قصه دیگر است. ما چون از سمرقند و بخارا یاد برشیم، شما از سرزمین های بزرگی تاجیکان اینجا گفتید و آنچه که امروز ما بعض میراث یادگاری هایی که با یونسکو مثلا اون را میپذیرد شاید دوره پیش از اسلامی ما است، مثل عجینه تپه و مثل اون دایره بوداییه. ولی ما میبینیم یک آثار بسیار بزرگی فرهنگی تمدنی ما بعد از آمدن عرب ها و شکل گرفتن این تمدن اسلامی شروع می شود. این 1400 سال در بر میگیرد چقدر نابغه ها، چقدر مرکزهای علمی و فرهنگی و تمدنی. و امروز این موضوع مثلا باید چگونه بررسی شود، چون ما با این دین همخون بودیم، زیستیم، اینا ما رشد دادیم. مثلا بزرگانی به مثل ابو حنیفه و بخاری و اینا همین فرهنگ تمدنی را از ما میخوان بگیرن، بگن شما همون 1400 سال برین اونجا را افتخار کنید، شما با این 1400 سال کردار را شوید. آیا این یک ضربه مستحکمی تاریخی برای ما نمیشود؟ ما شکست تاریخیمون از اینجا آغاز نمیشود استاد؟ در زمان ساسانیان دیگر کتاب اوستا نبود، او را اسکندر برده سوخته نابود کرده بود، برای که یونانیان از تمدن ما خیلی خوب آگاهی داشتن و خواستن که همین تمدن از ما گیرن. یعنی که نه تنها امروز شما بینید که از 3-4 هزار سال پیش کوشش ها شده بود و هرچی که در اوستا بود او را نوشتن با نام علم یونان. خب دولت ساسانیان وقتی که تشکیل شد دیدن که یگان ایدئولوژی نیست، یگان کتاب رهبری کننده نیست. پس سفارش دادن که اوستا را از نو احیا کردن در کار. اوستا در این وقت اکنون زردشتی های حقیقی نیستن دیگر، نبودن. او را اوستای منحرف میگن، از راه بیرون شده. و موغها، زوروانها و دیگر دینهای دیگری که وجود داشتن در دربار ساسانیا گرد آمدن و موبدان خود را سفربر کردند و یک اوستای منحرف ساختند. اونجا از دین زردشتی قریب که گپ نیست، نه که با نام اوستا است. همه تعلیمات زوروانیه است و موغها. همین موغها را یونانیا مجوس میگن، مجوس. عربا که حرف گاف ندارن همو گره جه کردن مجوس شد و امروز همه ما مجوس میگیم و در امتداد 1400 سال هم مجوس میگیم. اما دین زرتشتی
تماما دین دیگر بود. همین وقتی که اسلام پدید آمد ایرانیا بسیار افسوس میخوردن که دین حقیقی از میان رفت، چون کتاب نابود کردن. بعد از این پیشوایان زردشتی از جمله یکی از آنها سلمان فارسی وقتی که قرآن ظاهر شد بعثت پیغمبر شد، اینا همه دیدن که اون چیزی که تعلیماتی که در اوستا بود در قرآن دیدن اینا و بزرگان زردشتی ما همه مسلمان شدن. یعنی واقعیت یافتن در اینجا، حقیقت بله دیدن. بله. حتی که سلمان فارسی مشاور علمی پیامبر خدا شد. پیامبر عرب که در اون وقت میگفتن عربا را رسم این بود که با قبیله‌ای که بودن یگان کس در قبیله خودشان قبول نمیکردن، لیکن پیغمبر اسلام گفت که سلمان از خاندان من است. این دلیل اولین شد که این یک اشاره خوب شد که بیشتر از مردم ایران آریایی ها مسلمان شدند. وقتی که اسلام به همین منطقه اومد، مثلا به منطقه خوتل اومد، اینجا مردم زردشتی بودن یا که بودایی بودن؟ چون اون اجینه تیپا و بعضی یادگاری ها که یاد شدن این منطقه هم بود پرستی بود است. مثلا چی بود اینجا احوال مردم؟ چی بود پیش از اون که مثلا اسلام احوال مردم بسیار بد بود از نقطه نظر اعتقاد گیریم. اگر بسیاری از مردم در دین بودا بودند و بیشترش موغ بود. موغ زردشت در امتداد 40 سال مبارزش فقط بر ضد موغ‌ها بود. مجوسا، آتش پرستا. امروز بعضی ها در مملکت های ما پیدا شده شدن خودشان زردشتی میگن، تو حتی زردشت نامیمونن، اما از تعلیمات زردشت عموما خبر ندارن. تعلیمات زردشتی در وقت ظهور عرب بسیار ویران شده بود، تحریف شده بود. یعنی استاد هم موغ قطعی آمیخته شده بود، هم بودایی، هم ارله شدگی بود. اوستا منحرف ویران شده بود. دیگر خود بزرگای ما همین سرزمین ایران آریایی ها همه از دین زردشتی که در دوره ساسانی ها منتشر شد همه از این بیزار شدن. استاد وقتی که عرب ها اومدن به منطقه خوتل و مبارزه، گویا این مردم مبارزه کردن با عرب ها و بعداً اسلام چگونه شکل گرفت و مردم با این دین چگونه مناسبت کردن، مثلا در همین خوتل قدیم؟ یعنی ما گفته میتونیم که در اینجا مثلا یک تمدن اسلامی شکل گرفت من بعد، یعنی مردم تضاد با اسلام نداشتن. چون که امروز بعضی‌ها دعوا دارن که اینا گویا همون منطقه 1400 سال با اسلام جنگید و اونا میخواستن دین هم بابایشون نیاگانشون رو برگردونن و میخواستن با بودایی برون، میخواستن با زردشتی برون. این سخن تا کجا استاد دلیل واقعی داره؟ شما اینقدر تحقیق کردید احوال مردم با اومدن اسلام، با ظهور اسلام، با اون که عرب اومدن چگونه شد در این منطقه استاد؟ چی شد؟ تمدن و فرهنگ چی استاد؟ هر یک دین، مخصوصا دین اسلام، در ابتدا وقتی که دیگر مردمان هم مسلمان شدن، بعضی ها با واسطه زوری بعضی منطقه ها را مسلمان کردن، اما بیشتر مردم که زردشتی بودن آنها خود با اختیار خود گذشتن، چون که تعلیمات زردشتی را همون آرمان هایی که در دوره ساسانیان از دست داده بودن همون را در همین جا یافتن. همین امام اعظم هم از پروان نساخی هم سرحد خوتل است. از اینجا جوانای خطرانی را بسیار برده بود همراهش. و یک چیز گویم که اولین محدثان اسلام، محدثان بزرگ اسلام از خوتلن. اسحاق خوتلی در بغداد درس حدیث میداد، علم حدیث اساس گذاشتن. امام بخاری شاگرد اسحاق خوتلی است که علم حدیث به اوج برداشت.
امام مسلم وی هم تاجیک است که از مکتبی هم اینا گذشته بود و امام اعظم همون تعصب عرب که در اونجا شده بود او همه بر ضد تعصب برآمد، حتی خود عرب هم. یرجوخ تخارستانی است، شاهزاده بود در سرحد خوتل و بلخ، دولت تخار بود، تخارستان. وی هم به مرکز عربستان رفت، در همونجا علیه عربا شعرهای زیاد دارد. مسلمان متدین بودن اما تعصب عرب اینا قبول نداشتن. تعصب عرب خود پیامبر اسلام تعصب عرب قبول نمی داشت، می گفت که این سبب شکستن دین من می شود. متعصبان را بسیار بد می دید. یعنی او پیامبر برای بشریت بود، برای کل انسانیت بود، یعنی پیامبر یک قوم نبود. برای همون توسط سلمان فارسی و امام اعظم اولین ملتی که اسلام آوردن با زبان خود، این ملت ایرانی بود، آریایی ها بودند و امام اعظم فتوا داد که او تعصب عرب در اون جدید، گفت که از این به شرق اسلام هر کجایی که می رود با فارسی مردم هم مسلمان کنید. اینجا همون دلیل تا همون حدیث پیامبر هم آوردن که همین دین گفتن که از شما می شود واسطه فرزندان فارس. بله و مخصوصا تشکل علم اسلامی، علوم اسلامی با واسطه ایرانیان اوج میگیرد، شکوه مییابد و واقعا همین خیل شد و علم حدیث اساس گذاشتن ایرانیان، یعنی تاجیکان، اجداد ما. و یگانه ملت گفتم مسلمان شد همه تاجیکا فارسی زبان ها که بودن. فتوا هم برای همین داده شد که با همین زبان باید مسلمان شوند و برای این زبان خط آفریدن لازم بود و اولین خط اسلامی که در بین ملت‌های غیر عرب تشکیل شد خط فارسی بود که میم بعد تمام قوم‌های همین آسیای مرکزی را من بگم بهتر است، تمام قوم‌هایی که در اینجا بودن یعنی همه ترک ها با واسطه زبان فارسی مسلمان شدند. خانه از خوتل قدیم یادآور شدیم، در همین خطه همین خوتل، یعنی در همین بگیم زمینی پهناور مثل مدرسه خوجا مشهد، شقیقی بلخی، ناصری خسرو، مولوی بلخی، میر سید علی حمدانی، یعنی از همین افتخارای ما هستند، یعنی افتخارای اسلامی ما هستند در همین منطقه. یکم از اینا بگین استاد که چگونه این شخصیت‌ها در اینجا ظهور کردن و چگونه این تمدن اینجا شکل گرفت. زبان فارسی تا به اقصای چین رفت با واسطه اسلام. متاسفانه اون تعلیمات اتئیستی که در زمان شوروی بود امکان نداد که ملت ما ترقی کند. باید دانسته باشیم که مرکز اولیه تمدن اسلامی در آسیای مرکزی ختلان بود. با چه دلیل استاد؟ خوتل. با کدام دلیل؟ با این دلیل که اولین کتیبه کامل قرآن در هولبوگ یافت شده است، در مرکز خوتل قدیم، و در پهلوی او اولین خط فارسی ثبت شدگی است. یعنی که هم با نشان دادن قرآن این که ما مسلمانیم، از این سیاست دستگیری میکنیم، از این فرهنگ دستگیری میکنیم، ثبت خط فارسی که زبان ما این است، یعنی که دومین زبان اسلامی است. برای که موافق فتوای امام اعظم زبان فارسی در پهلوی زبان عربی جای گرفت
بعد امام اعظم گفتن که میگویی که همه ملت ها نزد خداوند برابرند، آیا با ترکی هم نماز گذاردن ممکن است؟ گفت نه، فقط با فارسی و عربی. برای چی؟ برای آن که در اسلامی شدن زبان فارسی دلیل دستگیری خودی پیامبر اسلام است و دیگر اینکه همه اقوام دیگری که مسلمان شدن با فارسی مسلمان شدن. بعد 400 سال تیمور که یکی از قاتلان بزرگ ملت تاجیک است، گفته بود که در ایران زمین حتی سگ‌ها فارسی را میفهمند. یعنی که اگر سگ اشاره کنی با یگان زبان دیگر نمیفهمند، نه که با فارسی گویی که از این جراو یا که این وایس چی کن، سگ میفهمند. یعنی که این با این معنی است که زبان در اینجا سخت منتشر شد. بعضی اقوام ترکی هم با فارسی همش تعلیمات با فارسی که بود تا دوره شوروی، اینا بگیریم در امتداد 1300 سال همه ترک ها تعلیمات اسلامی رو با فارسی آموختن. استاد همین ظهور نابغه های چون گفتیم که میر سعید علی حمدانی به این منطقه آمدن، یعنی ام بود از نگاه آموزش دین یا شقیقی بلخی یا ناصر خسرو، اینو مثلا ظهور همین شخصیت ها سببش چی بود که ما حتی مقبرهاشون امروز در همین خطه خوتل قدیم داریم یا که در ختلان داریم؟ یعنی پس این معلوم شود که مناسبت مردم با این دین، پذیرش این دین خیلی آزاد و راحت بود که اینا شخصیت اینجا ظهور کرد و خاک شدن در این سرزمین. استاد البته آخر وقتی که ما گفتیم کتیبه قرآن را دیدیم در هولبوک، بله، هم هولبوک جای پادشاهنشین شاه خوتل همونجا میشیست. بله. یعنی او سیاست نشان میداد که دولت ما دولت اسلامی است و به همین خاطر اولین مدرسه بزرگ اسلامی که در منطقه دیده می شود، چنان که چنگیز ایمت اینها رو منقورد گفته بود. شما هم یک کتاب دارید با نام دانشنامه مختصر بزرگان فارس تاجیک عصرهای 7 و 15. بله. یعنی شما نامی قریب هزارها عالم اینجا درج کردید و همه همین در یک دوره شکل گرفتن، چی در ساحه کیمیا، چی در ساحه نجوم شناسی، چی در ساحه فقه، چی در ساحه تاریخ، در زمان تمدن اسلامی است. استاد بله. همین گواه آن است که این یک خدمتی بزرگ این تمدن برای ما و ملت ما کرد. ما برعکس به این تمدن خدمت کردیم. استاد من بسیار خوش میکنم از کسانی که بسیار دعوا دارن این کتاب رو ورق بزنن. استاد یک بار این کتابی نوشته شما رو بخونن که مثلا چی است. یک بار دیگه به بیننده میخوام تاکید کنم که نوشته استاد نور محمد امیرشاهی دانشنامه مختصر بزرگان فارس تاجیک عصرهای 7 و 15، این کتاب خیلی دقیق با دلیل ها، یعنی خود استاد دایر به 5-6 هزار نابغه ها، دانشمندان، عالمان در این خطه تمدنی معلومات میدهد که به فرهنگ و تمدن ما دخل دارد و اینها دست پرورده یا در هم بیشتر یا در هم دسترخوان اسلامی بزرگ شدن باور رسیدن. یعنی اینکار کردن، نادرست خواندن این تمدن و فرهنگ، این اینکار کردن هم 4-5 هزار عالم و دانشمند ماست که دیگر رو از خودشون میکنن. استاد استاد ما درباره خوتل قدیم بحث آغاز کردیم و شما گفتید که خوتل مرکز تمدن اسلامی و عرفانی است. میتوانیم بگیم هم میتوانیم بگیم که محل ظهور زبان فارسی است. البته یعنی بسیاری عالمان میگن که از همین جا ظهور کرد زبان فارسی و پنج شد همون شهری که قدیمه که از خوتلان آمدیه، دلیل شرعی وجود دارد، زار نزار آمدیه، رو به تبا آمدیه، این دلیل ها وجود دارن که زبان فارسی و خط فارسی از اینجا رفت. حالا یک گروه دیگه هم پیدا شدن، البته این گروه ها خیلی زیاد هستن در هر مورد. استاد شما از دوره شوروی گفتید که بعضی چیزا رو از ما گیری و نموند که ما تاریخ و تمدن فرهنگ ما درست‌تر بآموزیم و به آنها پیوست شویم. یک موضوعی که امروز خیلی داغ است استاد، من شاید شما از طریق شبکه‌های اجتماعی دیدید و من میخوام نظر شخصیتون در این موضوع
همچون یک عالم، همچون یک تاجیگر و همچون یک دانشمند بفهمم. در همین وادی ختلان یا بگیم منطقه ختلان در آمدن شوروی یا مثال استیلای شوروی این سرزمین یک گروه از جوانان بر آمدن مبارزه بردن. حالا خب برای دینشان بود، برای ناموسشان بود، برای خانهشان بود، برای هر ایدئولوژی که داشتن بر صورت مبارزه بردن و امروز با نام باسمچی یاد میشن از جانب بعضی گروه ها و اونها را طعنه میزنن و میگن قابل قبول نیست. نظر شما استاد چی است که این قدر آدم‌ها در اونجا کشته شدن و شهادت رسیدن؟ نظر شما درباره این حرکت چی است استاد؟ آن که مبارزه کردن شایسته دستگیری هم هست. فرض کرده موزی به تاجیکستان یک تعلیمات دیگر بیاید، یک دولت دیگر هجوم کند و بعضی از جوانای ما بروان بگروان امورا و دعوت کنن بیاین و مبارزه نبرن. اونها خوبن و یا نفرایی که تمدن خود حمایت کنن او را راه ندهند که به سرزمینشان وارد شود. او باسمچی ها در میان او قبایل کوچی بسیار بودن که از قدیم کارشان همین راهزنی و امثال همین بود و در این با مبارزان چه یکجا شده اینا غارتگری هم کردن، مردم محلی را غارت هم کردن. نه که همه ای را همچون باسمچی گفتن این از نقطه نظری علم تاریخ و منطق و عقل آدمی درست نیست. فرض کرده من همو دزدی و غارتگری اونا را انکار میکنم اما مبارزه شون را دستگیری میکنم. یعنی قبول دارید مبارزه؟ البته شما ببینید که سمرقند و بخارا از جانب روسیه پادشاهی چخیل اشغال شد، همه ویرانه شدن. همینا کم کم مبارزه بردن که غارتگری از جانب روسیه پادشاهی کمتر شد. و بعد دیگر این که حاضر درباره اسلام و تاجیک گفتیم، همین تاجیک خودش از اون سببه که معنیش مسلمان شده است، برای وقتی که ایرانی ها مسلمان شدن تاجیکای دیگر فرض کردن تاجیکای ماوراءالنهر خراسانی ها را که مسلمان شدن اونا را تحقیر کرده گفتن که شما تاجیک شده یعنی عرب شده، تحقیرشان میکردن و این کلمه پهلوی بود. وقتی که زبانی پهلوی از بین رفت تاجیک توزی شد، یعنی ما عرب توزی میگه. او ایک همون حرف که که ماندگی است از دوره پیش از اسلامی است و در نام ما آمدن ما را با شکل یا ملت دیگر معرفی میکنند. وقتی که مردم مسلمان شد و دیدن که خیلی دینی زیبا است و با دین اجدادانش نزدیکی دارد، برای همین همه نام تاجیک پذیرفتند. تا عصر 11 را تاجیک ها قبول نداشتن. فردوسی بزرگ هیچ وقت کلمه تاجیک نمیگوید. از عصر 11 این طرف دیگر که دویم ترک ها غالب بودن در منطقه، ما کلمه تاجیک بسیار معروف شد و قسمتی از تاجیک ها به چین رفتن. با سروری سید اجل بخاری مشاوری امپراتوری چین بود. تاجیکایی که در اونجا بودن اونا را اونجا هویی ناماندن. هویی مسلمان گفتنی گپ است. همین معنی تاجیک دارد، یعنی که در اونجا هم با نامی مسلمان است در اینجا. اما وقتی که جمهوری آسیای میانه شد، تاجیکایی که در سمرقند و بخارا بودن اینها تا حتی به حکومت شوروی توصیه دادن که اینجا باید جمهوری ها شوند و اولین جمهوری ازبکستان اول پیشنهاد کردن که
ازبکستان همچون یک ولایت شود. خلاصه انخل در هم بر همی ها اینجا بسیار است. گپ درباره اون که گپ درباره اصطلاح تاجیک می رود. بعد استاد عینی میدانست که معنی تاجیک مسلمان است و عالم بزرگ روس برتولد اکادمیک در او وقت بزرگترین دانشمند منطقه همون کس بود، اما او تعلیمات شوروی را نپذیرفت. بله. و با همین سبب او را عالم بورژوازی گفته عقیدهش قبول نکردند و عقیده خانیکوف قبول شد. خانیکوف یک افیسر روسیه پادشاهی بود و استاد عینی هم راضی شد که همین تاجیک مسلمان شدن نه، تاجیک تاجدار است. تا حتی بعضی مقاله های زمان مطابق به زمان ساخت. من همراه استاد کمال عینی 20 سال در یک جا کار کردم. گفتم که استاد من سال 1999 کتاب دولتداری تاجیکان رو نوشتم، اونجا اصطلاح تاجیک شرح دادم و بیشتری از مورخان تاجیک بر ضد من برآمدن که تو تاجیک مسلمان شده گفتی. بعد گفتم همین کمال عینی استاد خطیمان بود. بعد یک وقت گفت که همون چیزی که نوشتگی کو درست همو های. پدرم همین هم میگفت، لیکن میگفت که اگر اینا ما تاجدار نگیم این ملت دولت ساخته نمیتونه. پان ترکستان این دولت نابود میکنن. حاضر خودش به زور ایستاده است. استاد کمال عینی میگفتن که پدرم میگفت که حاضر مثل یک چایلاب ویرانه چپه شدن من ممکن است. هیچ گپ نیره، خداوند میبخشد. این ملت تمام همون ترک تبارا همه تاجیک هم مسلمان میگفتن. فرض کردیم یکون کس بیمار میشد در دهه ترک نشین میگفتن که برن یا تاجیک اینا و دهه تاجیک ها بیاره. او را نمی پرسیدن دیگه او سوا داره ندارد. همون مسلمان و تاجیک هردش یک چی بود. با همین خاطر تأسیس دادن جمهوری تاجیکستان بسیار دیر افتاد. اما برتولدم این گپا گفت، درست گفت. و سمیونوف که دیرکتر اینستیتوت تاریخ بود در ما، او هم گپی او را هم نمیگرفتن. در آخر میخواستم خلاصتون رو به دو موضوع جنبست داره برنامه. یکی این که شما خیلی خوب از تمدن و فرهنگ اسلامی و تاجیکی گفتیم، با هم توامت صحبت کردید، و یکی این که خطر پانتورکیزم. امروز در برابر خطر پانتورکیزم بالای ملت ما با یک گروه دیگه هم پیدا شدن، البته چند نفره که تن لن میزنن به کتاب مقدس قرآن، به دین ما، به تاریخ ما، به فرهنگ ما. آیا همین دو گروه، هم پانتورکیزم و هم گروهی که این کارا میکنن، در آینده به فرهنگ ما، به هستی ما، به تاریخ ما، به بودن ما در همین منطقه خطر دارن یا ندارن؟ استاد میرا خلاصه کنید. این دو زهر پیچک است که در بدن ملت تاجیک تنیدن. این هم خطر گپ است، هیچ دیگه. از این رها شدن در کار. از این چگونه رها میشه؟ فقط با واسطه خواندن کتاب، هیچ دیگه. ما ملت فرهنگی برای چیه؟ اولین کتاب بزرگی بشریت جدی ما ساخته است. بله. که بعد از کلام الهی او را شناختن در جهان. بله. یعنی که هنه او چیرانه او حدیث های امام بخاری را. بله. یعنی که یک نفر تاجیک دیگر را. ما فرض کردیم وقتی که پدران ما حکومت میکردن، ملتشون از دینشون جدا نمیکردن هیچ وقت. اولین مراتبه جدا کردن دین از ملت از جانب ترکا شد و ترکیت از دینداریشون بلندتر میگذارن و
همین تاثیر در بین دانشمندای اتئیست ما هم هست. سلامت باشین استاد. بار دیگر به برنامه خوش آمدید. یادآور میشم که در صحبت با ما بودند استاد نور محمد امیرشاهی و ما سری موضوع مختلف صحبت کردیم که جا آنها رو نشر میکنیم. یادآور میشم شما برنامه کتابخانه رو تماشا داشتید. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاری آورد.